خب Sarah speaks Spanish. سارا صحبت میکنه، اس گرفت، جمله مثبته. speaks Spanish. اسپانیایی صحبت میکنه. ببینید اسم کشورها، ملیت‌ها، زبان‌ها، حرف اولشون کپیتال، حتما باید اینو رعایت بکنید. Sarah speaks Spanish. سارا اسپانیایی صحبت میکنه. But she doesn't speak Italian. بگید Italian، ایتالیایی. Italian. She doesn't speak Italian. با من تکرار بکنید لطفاً. بار اول که کلیپو میبینی اصلا ننویس. بار دوم شروع کن بنوشتن. حتما بار اول با من به صورت سماعی و گفتاری همراه شو. بار دوم رایتینگ. Please. لطفاً. But she doesn't speak Italian. ولی ایتالیایی صحبت نمی کنه. نگه she doesn't speak اس بذاری منفی هم باشه. این غلط. تو حالت negative, in the negative form, we don't add s at the end of the verb. در فرم negative, در انتهای لغت, at the end of the verb, در انتهای لغت, فعل, we don't add, ما اضافه نمی کنیم, s, okay? At the end of, در انتهای, at the end of, the end of. خب لغت مشخصه، فعل مشخصه، د میذاریم. At the end of the verb. تکرار 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 با فهم، نه تکراری که بدونیم که بفهمید. At the end of the verb. You know, when our sentence، زمانی که جملمون when our sentence is negative, we don't add، ما اضافه نمی کنیم، we don't add s at the end of the verb. Remember، یادت باشه. Remember. David doesn't do. David انجام نمیده. Doesn't do. Doesn't do. David doesn't do his job. David شغلش رو انجام نمیده. I, my, me. He, his, him. His job. شغلش رو. David doesn't do his job very well. دیوید شغلش رو به خوبی انجام نمیده یا شغلش رو خیلی خوب انجام نمیده. David doesn't do his job very well. دیوید شغلش رو خیلی خوب انجام نمیده یا به خوبی انجام نمیده. Very well. Paula اسم یه شخص. Doesn't usually have breakfast. ببینید پولا سوم شخصه. Doesn't. معمولا چیکار نمیکنه؟ Doesn't have breakfast. صبحونه نمیزنه. doesn't have به معنای خوردن هست. هر چیزی که از گلو پایین بره میتونی have و has استفاده کنی. حالا چرا برای سوم شخص از has استفاده نشد، از have استفاده کردیم؟ باریکلا، چون جمله منفیه، بار این اس به دوش اینه. Paula doesn't معمولاً خوردن صبحانه. معمولاً، این معمولاً قید برای چی اومده؟ برای این فعله، برای همین قبلش میاد. اوکی؟ Paula doesn't usually have breakfast. I don't usually have breakfast. من معمولا صبحانه نمیخورم. I don't usually have breakfast. I'm kidding. دارم شوخی میکنم. I am kidding. I usually have breakfast. من معمولا صبحانه میخورم. ولی نه اکثر اوقات. But not all the time. این جملاتی که دارم خارج از این میگم حتما برای خودتون توی قرارمون این بوده که یک دفتر 200 صفحه‌ای برای خودتون مهیا بکنید و خودکار 2-3 رنگ که بنویسید اینا. But not all the time. I don't usually have breakfast. I don't usually have breakfast. But not all the time. But not all the time. ولی نه اکثر اوقات. Not very often. Not very often. برای دفعات از often استفاده میکنیم. Paula doesn't usually have breakfast. پولا معمولا صبحانه نمیزنه. دقت بفرمایید دوستان عزیزم. حالا این تموم شد. میایین exercises. ببینید یه توضیح راجع به این exercise بدم. تو درس 6 توضیح دادم اینا رو. در unit 6. Exercises. Write the negative. گفته بنویسید negative منفیش رو. مثال زده. I play the
the piano very well. من پیانو رو خیلی خوب پلی میکنم، میزنم. بچه‌ها برای نواختن آلات موسیقی از لغت play استفاده میشه. I don't play the piano. برای آلات موسیقی هم حتما حرف تعریف د رو خواهیم داشت. حتما حرف تعریف د. ببینید چقدر کاربرد داره. 40 تا کاربرد داره، جاهای مختلف استفاده. یه 7-8 تاشو فکر کنم با هم گفتیم و مرور کردیم. I don't play the piano very well. من به خوبی پیانو نمیزنم. منفیش کردیم دیگه. برای I هم don't استفاده میکنم. I play the piano very well. I don't play the piano very well. Anna plays اس گرفت چون انا سوم شخص. The piano very well. آنا خوب پیانو مینوازه یا پیانو میزنه. حالا منفیش میکنم. برای سوم شخص چی میارم؟ باریکلا. آنا doesn't play اس بذارم یا نه؟ نه. چرا؟ چون بارشو این به دوش کشیده. Anna doesn't play the piano very well and so on. همین ادامه جمله رو بگیم. They know my phone number. phone number شماره تلفن. They know my phone number. اونا میدونن شماره تلفن منو. اونا شماره تلفن منو بلدن. know میشه دانستن، بلد بودن. I know you. من تو رو بلدم، من تو رو میدونم. نه، من تو رو میشناسم. پس شناختن هم معنی میده. They know my phone number. اونا شماره تلفنمو میدونن. We work very hard. ما خیلی سخت کار میکنیم. We don't work very hard. They know my phone number. They don't know my phone number. اینا رو توی کلیپ‌های حل تمرین خواهیم داشت. اینجا توضیح دادم که چون بعداً قراره کلیپ‌های حل تمرین براتون ارسال بشه، دچار شک و شبهه نشید که قراره چی براتون فرستاده بشه. لغات جدیدش هست، ترجمه میکنم براتون، با هم توضیح میدیم، کار میکنیم، حسابی کیف میکنیم با یادگیری زبان انگلیسی. بچه‌ها اینم از فرم منفی صحبت کردیم. توی درس بعدی میایم حالت سوالی. ببینید هیچ بهانه‌ای برای یاد نگرفتن ندارید. هیچ بهانه‌ای ندارید. ما به وعده خودمون که جامع بودن آموزشمون توی هر مبحثی که داریم تدریس میکنیم اعلام کردیم. مطمئن باشید که لویال باقی میمونیم. چی باقی میمونیم؟ لویال. لویال یعنی چی؟ وفادار. وفادار. خب رویال یعنی چی؟ پادشاهی. رویال. لویاله، وفاداره. رویال پادشاهی، لویال وفادار. خب مطمئن باشید. make sure. مطمئن باشید چی میشد؟ make sure. بگید لطفا. repeat after me. make sure. متفاوت. different. بگذاریم. anyway. راستی. by the way. بهت بر نخوره. no offense. به تو ربطی نداره. محترمانه. none of your business. اینم از این. بچه‌ها حتما به دوستانتون که دنبال یادگیری یک شیوه صحیح آموزش هستن ما رو معرفی بکنید که اونها هم بتونن این معضل به اصطلاح بزرگ رو برای خودشون حل بکنن. Thank you very much my friends and bye bye.